برکناری رهبران نیازهای حفظ حقوق و قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولوب با جمله معاونانشان که روز 19 ینور سال 2024 در جریان جلسه شورای امنیت از جانب پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از کار رانده شدند. اینک یک هفته باز یک موضوع اول ورد زبان و بحث و بررسی های مردم و حلقه های کارشناسی باقی میماند، ولی تا کنون یگان نشریه یا منابع دیگر سبب های اصلی برکناری یک بار دهم منصبدار بلندپایه را گفتن نتوانستند. در همین حال روز 26 ینور سال 2024 یک منبع آگاه از جریان تحولات در دایره‌های سیاسی و قدرتی تاجیکستان به پایگاه خبری بامداد گفت که نگرانی پرزیدنت امامعلی رحمان از گرایش ساکنان ولایت ختلان به خصوص منطقه کولوب به عقیده‌های تند مذهبی و افزایش شماره زادگان جنوب تاجیکستان در صف گروه‌های جنگجوی افراطی یک سبب اساسی چنین تصمیم گیری شده است. همصحبت بامداد گفت شخصیت حملگر دوم در شهر کرمان ایران نیز معین شد. او و حملگر اول اسرائیل بازاروف زاده منطقه کولوب بودند. از آن پیش در حمله به اتوبوس مسافرکش در کابل پایتخت افغانستان 45 کس جان خود را از دست دادند. حملگر از گروه داعش خراسان بنا به معلومات نیز زاده منطقه کولوب بوده است، ولی قطره آخرینی که صبر پرزیدنت را لبریز کرد حمله تروریستی به ماشین رئیس حزب خلقی دموکراتی در شهر کولوب شد. در جلسه شورای امنیت امامعلی رحمان سرداران نیروهای قدرتی در ختلان و کولوب را به همین عیبدار کرد که از پس پر کردن جیب خود گشته وظیفه‌های اساسی خود را فراموش کردند و با قانون شکنی ها و بی‌عدالتی های خود مردم را با دست خود به دامن گروه های تروریستی تیره داده ایستادند. به گفته یک منبع دیگر در مقامات دولتی تاجیکستان اشتراک زادگان تاجیکستان اینک در چندین حمله در قلمرو ایران مایه نگرانی دوشنبه شده است، زیرا این حمله ها در حال انجام داده شدند که مناسبت های تاجیکستان و ایران بعد سالیان تنش ها تازه رو به گرمشوی دوباره آورده ایستادند و طبیعی است که اشتراک جنگجویان تاجیکستانی در حمله های تروریستی می تواند به این روند گرمشوی مناسبت ها لطمه وارد کند. قبلا احمد ابراهیم سردبیر پیک یگانه نشریه مستقل در جنوب تاجیکستان از ظلم سرداران نیروهای قدرتی به داد آمدن مردم منطقه به مافیا تبدیل یافتند و از آنها اراز داشتن حتی رئیسان و شهر و ناحیه‌های جنوب جمهوری را همچون یک سبب اساسی برکناری آنها نام برده بود. یادآور می‌شویم که روز 19 ینور سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که رئیس شورای امنیت این کشور نیز است در جلسه شورای امنیت از سطح پست کسبی ناهوده براری نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی، راه دادن به حالت‌های کروپسیونی، زیاد شدن جنایت‌های دارای خصوصیت‌های اکستریمیستی و تروریستی و قاچاق مواد مخدر به تندی انتقاد کرد و سپارش داد که تمام رهبران ساختارهای حفظ حقوق و نهادهای قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولوب با شمول دادستانها و معاونانشان، سرداران و معاونان سرداران میلیسیا، اگنتی مبارزه با کروپسیا، اگنتی مبارزه با مواد مخدر، گروه‌های فوری کمیته دولتی امنیت ملی را از منصب راندند.